میشه که مثلا چهره‌مو نشون میدم و اینا و خودم حرف میزنم، ولی خب آره میخوام حرف بزنم. امروز از صبح من آزمون چیز داشتم، زبان ریسینینگ، یعنی مثلا شنیداری گفتاری شنیداری. و آره دیگه از 5 داشتم میخوندم حدودا، ساعتم خوابیدم از 6 حدودا 6 خوندم تا 9. آخرشم رفتم از 5 تا 13:75 شدم، ولی خوب بود دیگه، خوب بود دیگه. آره ولی برنامه‌مو ننوشتم. الان بنویسیم. قراره بلاک 2 روزه من، مثلا امروز و فردا. امروز پنجشنبه است، فردا جمعه. این 2 روز داشته باشیم. بعد قراره فردا خیلی خوبه امروز هم خوبه. حالا امروز برنامه‌مون رو بنویسیم، بعد ببینیم چی میشه. بسیار یهویی دوستم زنگ زد و من گفتش که ساعت 4 با بچه‌ها هماهنگ کردیم که می‌خوایم بریم بیرون. ایشون گفتیم که ساعت 4 امروز. بسیار یهویی. آره دیگه می‌خوایم ساعت 4 بریم بیرون. الان خیلی کارا دارم، راستی همون باید بنویسمش تو برنامه. خب الان اتاق با مرتب کنیم چون خیلی برام ریخته است و آره کار زیاد ننوشتم چون مثلا در طول روز اگه چیزی یادم اومد بنویسم. بچه از دیشب ننوشتم، هیچ یادم نیست که مثلا چی کارایی داشتم. من معمولا شب و برنامه‌مو می‌نویسم که بدونم دیگه روزش چی کاری دارم چی کاری ندارم و اینا. حالا قبل از هر چیزی یهو دیدمش آقا یه چیزی گرفتم دیشب که میخوام به فردا ربط داره، ولی خب الان نمیگم فردا قراره چیکار کنم. به فردا صبح ربط داره، ولی خب خیلی جدی دارم، یعنی اصلا دوستش دارم اینو بگیرم. به فردا صبح ربط داره. آره این چیه؟ این پاستل چیه؟ خیلی دوستشون دارم. اصلا خیلی خوشحالم که اینو رو گرفتم. به فردا ربط داره. حالا حدس بزنید فردا قضیهش چیه. فردا صبح ربط داره. احتمالاً باید فیلم بگیرم از اون قضیه. حدس میزنید کنم دیگه، مشخصه دیگه. آره دیگه این چرا خورد غمگینه میچسبونش. آره دیگه بریم چیز کنیم. یکی از کارهایی که اگه امروز وقت بشه انجام میدیم، اگه نه فردا خب باید انجام بدیم چون این 2 روز چون که مرسا نزدیکه و این برای مرسا است. واسه این ولاگ میدونستین که دیگه آخرین پنجشنبه جمعه تابستونه، تابستون 1404. آره دیگه میخوام روی این نقاشی کنم اگه امروز وقت بشه، اگه نه که فردا. جامدادیه مرسا گرفتم بعد گفتم روش خودم نقاشی کنم. پارسال هم کار کردم بهتونشون بگم. پارسال هم خودم نقاشی کردم. در واقع اینو کلا خودم درست کردم. یه جامدادی بود بعد طرحشو دیگه دوست نداشتم، اومدم روش پارچه کشیدم. اینجا مشخصه. اومدم روش پارچه کشیدم بعد روشو نقاشی کردم. خیلی دوست داشتم. احتمالاً امسالم آنیا رو بکشیم. اسم این دختره اگه دیده باشی انیمه‌شو. آنیا رو بکشیم، ولی خب حالا تو نمیخواد تنش صورتی باشه. اینا رو بعدا بگم. بعدا میگم احتمالاً. بریم اتاق مرتب کنیم. هنوز کامل نیست ولی خوب قشنگه. نمیدونم چیکارشون کنم این سایز بزرگا رو چون آسه‌یه. بعد نمیدونم کجا بذارمشون. دیوارم هم که جا نداره. یکی دیگه هم کشیدم که بعدا نشون گرفتم. مرسه اول سال تو داره خیلی دوست دارم. این دوتا رو گرفتم.
این دوتا هم گرفتم. من اول صورتی گرفته بودم به جای این، بعدش این رنگش صورتیه به جای آبی و من آبجیم جا به جا کردم. خب اتاقم ظاهری مرتب شد. بیایم بهتون چند تا چیز نشون بدم. آره دیگه دمم بیارم. گیریم. این نقاشیه، اینم آسه است. اینم از همون است که نمیدونم چیکارشون کنم. خیلی قشنگه، دوستش دارم. یکی دیگه از اینا، یکی دیگه هم کشیدم که در حال کشیدنه. این خیلی قشنگه. این ترش واقعی طوره. من آره دیگه اصلا این که شکلکیه، این یکی واقعی نشون دادم. اینم داره کشیده میشه، خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم اینو. مثل این یکی دیگه، ولی اینو زیاد دوستش ندارم، ولی خب الان تو ویدیو داره قشنگ دیده میشه. این شکلی هم که اوکی دوستش دارم. یه چیز دیگه هم که کیف برای مرسم گرفتم. آره مثلا سال دهم اما خیلی کیف بچه بونه گرفتم ولی خب قشنگ دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، برام گرفتمش. کارتم اینجوری خیلی هم دوستش دارم. مثلا قشنگ دوستش دارم، ولی احساس میکنم خیلی بچه بونست. این نه فقط صورتیه. دلم میخواد برم پس میریم دوش بگیم. 2000 years later. از کتابخونه گرفتم، میخواستم الان بشینم بخونم. خب بعد بسیار یهویی به این تصمیم رسیدم که بیام موهامو تهشو فر کنم. اینجوری کردم آره دیگه الان آمادش. در اصل باید نمیدونم قراره اونجا چیکار بکنیم، ولی خب میریم. اسپیکرم هم شارژ نداره فکر کنم، ولی خب برمیدارمش. نمیدونم شاید شارژ داشته باشه. جوشی جدید. آره بازی فکرم برمیدارم. خب آقا زدفه هم زدم و حالا راجم ببینیم.
دستمال من اینجوری روش بزنم اول یه دونه اسمش چی بود؟ عقل بافایی بزنیم بعد با یکم پاکش میکنم بعد روش خودم پیدا نکرده این من مامانم گیری ولی خب این کامل نیست ولی باید پاک میکنیم دوباره این دفعه اینجاش داخل حدودم خوبه ولی چون روش خودم نیست خوشحال نیستم ولی خب دوباره از این میزنم شاید خوشحال‌تر در آخر با این پاک میکنیم یکم تموم شد اکسسوری کردیم این ساعت 10 دقیقه وقت دارم اوکی ساعت انگشتر رینگ و چیدم چی بود؟ اسمش چیه؟ گردن تمام مطابقا دوباره به هم ریخته شد اصلا هر وقت من اونجوری دیگه یکم به هم ریخته میشه عینک فراموش نشه من دوستان رو بتونیم پیدا کنیم آره دیگه هم که جمع کنم دوتا اسپیکر چون نمیدونم کدوم شارژ داره و بازی فکری خوراکی و اینا هم که الان با دوستم میگیریم نکن گیلی نگه از این انگشتی ها دارم انگشت من اومدم خوش گذشت خیلی کم بودیم چون عجله داشت دوستم و خب باید با اون میومدم دیگه همه رفتیم دیگه آره دیگه ولی خوش گذشت بعد از 3 ماه دوستامو دیدم آره دیگه خیلی خوش گذشت یادم حرف زدیم فهمیدم چه رشته‌ای میخوام برن اون چند نفر بودیم امروز رفتیم 4-5 نفر 5 نفر بودیم بعد من فقط یه مرسه دیگه میخوام برم دبیرستان دیگه میخوام برم اون سه تا هر تاشون کنار همن ولی یکی از دوستان میخواد بره دبیرستان متفاوت اما دبیرستانش کنار دبیرستانه یعنی اونا همدیگه رو میبینن ولی من نه اوکی دیگه اب نداره همین که باهاشون در ارتباط بشم خوبه برنامه رو تیک بزنیم برنامه تا اینجا بیرون رفتم تیک خورد حالا باید میخوام این رو نقاشی کنم اگه بشه ایشون تا همه انتخاب کردم ولی نمیدونم خوشم میاد یا نه باید میبینیم چیکار میشه کردش دیگه خب این دوتا تایی که میخوام رو این بکشم این شکلیه که اینجا میذارم اوکی رو اینجا بذار باشه اینجا مثلا پشتش باشه آره مثلا اینجا پشتش باشه اینجا اون طرح گله است اوکی اینجا گلا رو میذارم و این بر طرح آنیا آره دیگه هر طرح صورتی سبزی خیلی خوبیه ولی نمیدونم همه سفر رو بکشم مثلا مثل یکی جدی نگاه کن اینجا تا اینجا این شکلی مامانم میگه که اگه اینجوری باشه تو کثیف میشه این تبدیل میشه به این و خب درسته ولی همه چیزش هم طرحدار باشه دلم میزنه پس همون یه قسمتش راستی این الان آجین پردوزیه اسمش چیه؟ انگشتر مثلا گوجه I like it اوکی برم
قشنگ شد. بذار براتون نشون من حرف تو لایکی اینجوری دادم اینجوری ببینش خیلی قشنگه، خیلی دوستش دارم. این ورشم میخواستم نقاشی کنم، من حسش نیست. گفتم مثلا تو مدرسه ها اینو استفاده میکنم، بعد وقتی که دیگه حوصله‌ام کشید این ورشم میکشم، چون الان میترسم خراب بشه نمیکشم ادامه‌شو. ولی این خیلی قشنگ شد، خیلی خوشحالم. حالا ادامه این برنامه تیک بزنیم. ببین یه کار هنری که همین بود دیگه. چه بد دارم فیلم میگم. این کار هنری هستیک. یه کار تابستونم با دوستام رفتم بیرون، تو برنامه بوده. یعنی یه بار گفتم که دیگه قرار خوش بگذرون، تابستون داره تموم میشه. چند روز دیگه مونده؟ مثلا 5 روز، دقیقا 5 روز فکر کن، یا 4 یا 5 روز دیگه. الان فقط این مونده که باید این کتاب از دل رو بخونیم. الان ساعت 9 بعد ساعت 10 من ورکشاپ دارم. اون قضیه که گفتم که به چیز ربط داره، به اون پاستل، اون برای ورکشاپ. بعد الان چیز درست کردم، پنکیک درست کردم. خب صبحونه رو بخوریم، بعدش بریم که آماده شیم حدوده. آره دیگه. خب چیزایی که گفتن بیاریم وقت ندارم، حالا تون اول پاستل کچی، بعد مقوا اشتنباخ، اتودو مغز اتودو، پاپکورن رو محو کن. تو 2 سایز داره، محو کن. دیگه چی بود؟ آها تخت شاسی کجا؟ تخت شاسی هم میخواد. چه هست من؟ تخت شاسی رو بیار. تخت شاسی آره دیگه. برم مولیم دیر شد. این شاد استایلم.
چون آخر هفته ها میذارن مثلا جمعه شهر خودمون نیستیم. بعد آره دیگه این دفعه که هستیم دارم میرم، خیلی خوشحالم. نزدیک مثل کلاسه، فقط 2 ساعت مثلا ولی خیلی خوب. دیگه از اینجا بعد احتمالا ولاگ رو نگیرم، میخوام تمیزکاری کنم چون دیگه آخرین هفته تابستونه و یکم تمیز کنم. جمعه هم که هست دیگه، اینجا هم که خیلی کثیفه و عمیقه و چی بهش میگن خاکی. آره دیگه امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوب بود که مثلا خودم بودم و حرف زدم یه ریاکتی چیزی بگی، حرف بزنی که من بیشتر خودم حرف بزنم. خیلی خب فعلا